اگر به سوال ما شما جواب دهید به شما رای سوید، اگر جواب ندهید جریمه به مقدار 200 سومانه کک. رفیق سردار لبیک. اجازت است یک تلفن کنیم برای کمک پرسیدن. مرحمت چرانه، بازی ما بسیار صاف است، عادلانه است. مرحمت. با کی زنگ میزنید کنی؟ با سردار بازرسی اتومبیل همین ناحیه خلف سیداحمد رحمتویچ. واه، انا دیدید شما بود کردید، به شما راهی سفید. بیا اکا پولا بیا سلام علیکم اکا گوی اکا کی؟ گوسپند اکا 2 کیلو گوسپند بده. بیا 2 کیلو گوسپند بیا. انا گوسپند نه نه اینجا بده اکا پولات ما اینا گوسپند 70 تومان بیا اکا بیا پیش بیا اکا بیا گوی اکا گوسپندی چی؟ مرغ فابریکه برو اکا اینجا جای مفروشی نیست اکا بیا پیشتر بیا اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا چند کیلو؟ اکا پولو بذار اکا تیار مون چند کیلو؟ گوی؟ نه. گوسپندی؟ نه. بوز؟ نه ما بوز نه. کی جا بوز بوز؟ کی؟ بوز باشه پیش بیا اکا چند کیلو بوز؟ 2 کیلو 2 کیلو گوشتی بزن اکا چند سو میشه؟ خیلی چند سو میشه؟ 70 تومان گوشتی بزن قیمت روزی بزن ناو کشته میشدم بزن حوزم اکا پولو دوبردم اینا کشت اکا زده شد باز 1 دقیقه باز این همه تمام خطی این روغناش خیلی دم خیلی چیز همین دیگه که 1 دقیقه اکا پولو 1.5 کیلو بزن 2 کیلو باز بمون اکا بیا رفتیم ایشم از شما مبارکت باشه اکا بزن ناو کشتیم اکا سویش اینا همه بیش بیا اکا چند گویا گوسپندی 2 کیلو 3.5 کیلو بازی هست 1 دقیقه بس من کیلو تقسیمش کنم بیا اکا خیلی گوی بزی گوسپندی گوسپند باشی پیش بیا چند کیلو گوسپند من اینه 2.5 کیلو اکا پولو برای برادر بسیار آدم شناسه یار برادر یه همسایه کم اکا بولایی باشه لحمه. یک گوشت گوسپندی زور قطعی دنبا بتم خیلی دنبا چند پول؟ 78 سم قیمت کی؟ چی؟ قیمت 78 سم قیمت اکا بگه اکا سلامت باشی مال اکا سلامت سلام بگو مال بیا تو چی گوشت؟ چی؟ گو چند کیلو؟ 1.5 کیلو گو امی جمته میشه اکا؟ همیشه 2 کیلوش نمیشه 2 کیلو میشه اکا یک برای 2 کیلو کنیم برای که گوشتی این لحمه ده اینا نو کشتیم بقره نو آوردیم تمام اکا 1 دقیقه بیت کنیم چند کیلو میبرایی این کم ترجیح 2.5 کیلو خمیشه اکا 2.5 کیلو یا هیچ کم نیست اکا پولاد تایرا زدم میگی کم 1 کیلو که اکا پولاد بقا 1 کیلو کی جاز نمیشه بیا کی ماند است بیا من سلام علیکم گوسپندی گو جگر جگر پیش بیا جگر بعد دوام نقدود چه بود؟ دوام نقدود رفتیم توی خانه اپم هم مرا لباس کردن. السلام علیکم. سلام علیکم. گذاریم اجازت هست؟ از کجا با کجا؟ واقعا تماشا کردیم. اگجال دوستی از بانک
او بانک از بانک اوه از روسیه پول روان کردن. قشلاق ما بودیم یا جنگ کار میکنم اونجا 15000 روز روی کرده است. سامان گفتید میاد دلار. نه دلار نه یا توبه میگه شما نمیفهمید می ما در قشلاق دیا همه معلومات میفهمیم ممکن نیست وای روز می دلار می باید پولی ملی کردی واس کرده گیری ممکن نیست پولی ملی گرفتم 15000 روز گرفتیم اگه 2000 شا یک خرید میکنم 13000 شا میبرم میتم امانتی 500 تومنش خرید میکنم 1000 شا میگیرم میرم امانتی مرتکه میبرم میتم آقا جان گذشتن بر وقتی بعد نیست پوله. نه دیر شما ما باید برم ولی که نیست چیزا شدیم شما به استراحت خوش سلامت باشید عجایب باغ کردید شما استراحت خوش باغ عجایب بوده تماشا کردیم مکان راحت کردیم یه ما نصیب گپ نیست رسید اینجا نه برادر چه میشود اما 500 تومان خرید کنی 1500 تومان ما برادر دا یک توفه میکردید چی میکردم؟ توفه نه خیلی گپ نیست برادر شما همین این به ابو فرمون این بوز برایو عاد نیست شر نیست می در روز روشن دب نزدن قم مردم یه بیت مونتون هیچ باور نداشتم از شما خیلی دستت گیر به برای پول مهنت کرده فهمیدی پق نکن خیال که ما قشلاق نمیدونیم من قشلاق با مسئله داده که اگر اومد در نظر که ابله بدبختو اگر واخری برابر با شما ما هم گپ زدم فهمیدی اگر گپ زدم فکر میکنید که من ترسیدگی این خیلی گپ نیست نزدیک نشم مقصد قشلاق با یک معلم اومدگی معلم تربیت جسمانی کاراتیست فهمیدی یه هفتهش من همجا میرم مشق میکنم نزدیک نشوید چون که من خودم اداره کردن نمیتونم جانی خودتون با جبر نکنید تو من شما گفتم که جبر نکنید ایستید که یه ساعت تو که تو زیبای مکه داشتی شما چیزی نکن قدیمانه شده چپ بردو یه ساعته شادیچه گمشا شادیچه جون ساعته با وجدانم قسم شادی جون پول خودم نیست نه که شما من خفا کردید ما هم محله با گفتگی بودن که اگر میرم همین او باشا که شناخت میشه قبلا شادیچه بودی فهمیدی با خیالتون که ما کدام نزد میستم من باید برابر شما باید گپ زنم فکر نکنید که من شما ترسیده میستم فهمیدی برو چه اگر ما جی میستم شما اگه میترسی این خیلی گپ نیست من نمیترسم فهمیدی شادیچه هیچ باور نداشتم من خودم این امانت خودم نیست فهمیدی برادر یکان پرابلم نداری نه من یکان پرابلم ندارم هیچ گپ نیست ازدواجش میکنیم چه ازدواج میکنی پرابلم را ازدواج میکنیم چه شادیچه با وجدان پول خودم شادیچه وای بچه دستو چی کنه شادیچه پرابلمش همین بوده شنیدگی بودم و نه دیدم پرابلمش چی وای پول شپریسوم هست پول نیست که نه این دیسکی اشتگمم دیسکم هست پول نیست از شادیچه 100 سامان تحفه امضاش بیننه امضای رئیس مانند دستا چی کند شادیچه پول بالای سر تو باشی دیلی ما شده که اینا بالای سر تو باشی نه که چق میکنی شما ساعت 5 ساعت اومده چیه هم بانک داره گرفته شما وایبر با واخری داره بود خط کی کلی اما یک چی پرسیم خفا نمیشه به خفگی نکمک من اشبا جوانه حاضر همه چه با گفت خودتون عجیدت کردن ممکن در حیاتم بار اوله که هم خیلی آدم بینور هم میبینیم چخیر؟ هم خیلی بینور خنوک ده افتتون چنون به زیب که اما بخشش ده چهرهتون آدمای دیگر پلنت ده مانند گرنگ شما خودتون دایانه دیدیمی سرت رنگ رود باری خنوک گوش کن خنوک وقتی من تولد شدم که تولد خانه با هم خیلی خوش رو چه بودم که میدیدی راحت میکدی واه کدام نومرد من علش کد است
گیگینه رعایت کردن گیگینه باید رعایت کنید. این یک چیز بسیار عادی فهمیدید می همین دانسته باشید که شما کودک نکو وقت بعد از خوراک خوردن حتما باید دست شستن در کار و پیش از خوراک خوردن حتما باید دستتون شویید. انا برای همین دیگه شما نه گوله درد میشید نه تیف میشید. کسلی برعکس از شما میگوریزد میردیه. کدام چه کسلی اگه کپیدیم بالا زند که شب وجود آرام نیسته. هم خیلی الرژی میخوری شک میخیلی. راستی که میگم دست یکم به دکتر برام شر میدارم ده. اگر مردم نمیدونید خودش دکترو بود کسل شده سوسته. هم توقت که دکشتم. هم خیلی میخواد دل آدم گم میزنه دیگه. شما یکم وایس نمیدونید می؟ تابت چه نمیدونید؟ با این از داروخانه وای نگیره. داروخانه بخلاق کلی خو. منم جب میبرد که اروپای بیمارخانه مو. منم جه یک داروخانه هست. رقم 12 از این بیمارخانه ما میبرید روپای تو وای میبرد که داروخانه بدروید از نوع من گپ نمیتونم فهمیدید ما می نویسم من راست از اونجا گیره که کچی فینیده و دیگرش همش وای فلسفی میگم که اما خیلی ما شما آدمی وای برای میکنم آدمی خودش هم پریامو همونجا دستفکه میکنه اینجا با داروی ارگینال بگوین دیگه فایده داره من این دارو بعد خوراک یا که پیش از خوراک یک تا بعد خوراک یک تا پیش از خوراک خورید من نوشتم من رقم تلفنم می نویسم خود شما با همونجا از داروخانه با من با زنگ زنید فهمیدید 918 20 اگر داروخانه دیگه نروید باشه پیش خالم در داروخانه نه هیچ وقت اونجا نروید همه فلسفی وایو ساخته ایم جلو نگیرم نه اگر جای دیگه نگیره من همیشه نوشتم داروخانه من روی میکنم که ارگینا همون پرمو همونجا دستفکه میکنم توزا گپ میزنم که ما وای بدتر میره یکو ایلاش نداره نمیتونید شما خیلیش دقیق قرشک شده نمیتونید شما روید داروخانه با همونجا گپ زدید مایلاش زنگ زنم همونجا زنگ بزن همونجا من بس زنگ زدم تشکر زیاد سلامت باشی سلامت باشی الو شناختی میتونید یک تا کلینت روی کردم قبول کن بسیار تعریف کردم قبول کن در تنش فاید دارد بارانی دارد کبود میام خیلی میره در انوی من رفته قبول کن مالش خیلی در خوب خش مرحمت نوبتی که مرحمت و علیکم السلام بیایید السلام علیکم شنیدم دکتر شنید مرحمت شنید سلام اوه خوش مرحمت چی شکایت داری؟ من شکایت از اون دارم دکتر جون که زنی من وقتای آخر خود به خود در خوابش گپ میزنه دکتر جون کی؟ زنم همونت گپ زدن اهمیت میتید همین وای زن مردم روزم گپ میزنه در بیداریش هم در خوابش هم اهمیت ندید مانت گپ زدن نه دکتر جون زنم با آواز بلند داد میزند که نه ظفر جون میگوید مانت گفتن که دکتر چی همین جای تشویش هست جای خواطر هست می آخه دکتر جون گپ در سری اون که نام من ظفر جون نه چی هست نامش؟ نام من سفر جون من شما نفهمیدم شما چی با بیزابیته میشویدن نه خب آدم برای همین کار بیاد مانه داخل وای کسی کلین گفتن که نه ظفر جون حالا که نام شما سفر جون بله هیچ گپ نیست مانت گفتن گیرد اینجا از همه اساس و مهمش در آن است که ینگه ها نگفتند نگفته ایستادند اگر مبادا رود و ینگه ها میگفتند سانی چیکار میکردید؟ تپیشیدی چی خیلی است در جویش حالتش خوب تخته بین نفس کشش در جویش نفس کشش در جویش حالت را نگاه کنه حالتش خوب نورم
پونجون چی؟ حالا رو نگاه کن خدا با شکر یفتنی دیر میکردنی نازنینم رسمش روان کردنی بود که زاریدش بود چه کنی کشنم چه واسه کارچه هسته Obam nakartı kor. نصیب می بود است Taqdirash hamin bidas bechora. Bechora taqdirash hamin bidas. کاش که رسمش اومده باشه تو میگیستم کلی رسمش باید بینه بخشش عذر بسیار بخشش بخشش بیمارتون چی شده؟ بیمار خدا را شکر خوب یک گرنگی عقل نکن نخودی آدم در وقت جراحی دویم بارگه در حیاتت یک کاتت تکرار نکن فهمیدی؟ بخشش من یک عروس شوندیم که صحبت میکردم و کس رسمشون رو روان کردن وقتی رسم روان کردم با ذریعتش بود شد من خواستم رسمش ببینم لیکن وعده میدیم با تنتنه که از همین روز عبارت منم دیگه در حیاتم همین دخترک به زنگ نمیزنم کو رسمش روان کردن کنی الان ببینید معلمه های محترم مجلس را کشوده اعلام میکنیم سخن به دیرکتور مکتب محله گلستان استاد سعیدزاده سیدآباد داده میشه خوش آمدین بگیم محترم حاضرین گرامی استادان و معلمان جوان اجازت فرمایید همه شما را و در شخصیت شما اهل خاندان شما را با فرارسی سال نو میلادی تبریک و تهنیت و تمام خوشی های زندگی را تمنا کنم و آرزو دارم که در سال آیند همه مشکلی های شما حل خواهد شد. مرحمت ما آماده ساختیم تصمیم گرفتیم اهل کلکتیو معلمان که با استادان معلم‌های جوان فعال تحفه‌های ارزنده تقدیم نماییم. خوب یک بار با سخنه استاد همراه شده با شما بارهای تمنا میکنم در چند توفه ما برای شما آماده کرده لیخیم ما رو در شاعری راهبر به شما سپارید توفه به معلم جوان که بسیار در تعلیم و تربیه و نورسان بسیار خوب درس دادن محترم سیاوش رحمان مرحمت بیاید مبارک باشد سلام مبارک باشد توفه نوبتی و آموزگار فن زبان انگلیسی فن زبان هندیگی که به طلبه ها بسیار درسای خوب دادن شاروز جنید داده مبارک شد توفه نوبتی با آموزگار فن زبان و ادبیات معلم بهترین یک جهان تشکر با اینکه از
برای سخنان والا، برای سخنان بهترین سخنان که به نسل نوروز تربیت خوب دادن و استاد عزیز نوروز جمعه خان داده میشه. خب دوستان عزیز، توفای نوبتی با معلمه بسیار عزیزی ما، معلمه بسیار عزیزی ما، گلی سری سبت امین مکتب میانه ما، معلمه سال که در چندی آزمون ها سزاوار جای اول گشته است، معلمه عزیز ادیب داده میشه. مرحمت جای معلمه مبارک شد افتخار به من ادیب، افتخار مرحبا شما. خب سخن خاتمه با استاد دیرکتور مکتب سید علی سید احمد. مرحمت استاد. دوستان گرامی، معلمان جوان، من هم تحفه‌های ناچیزی که بودن، تحفه‌های خاطره‌ای ما با شما هدیه نمودیم. برای وقتی قیمتی خیش را در اغنا دانسته اشتراک در این مجلس کردنتون من یک جان تشکر میگم، سپاسگزارم. میونه مستحکم بسته کار سخت اگه من شما با کار ندارم، دیگران با کار ندارم و پگاه ساعت 6 صبح خستن من مکتب علیه نزد سودی بالایی برفتن میانم مستحکم بستن حقوقهای خود من حمایه میکنم. من با سود مراجعه میکنم. 25 سال 26 رفتم من علاقه آموزگار اونجا با یک تا افتخارنامه ندادم توی فهمدگن همه معلمه جوان مایلش ما چی هستیم ما اکون تمام از مد رفتیم ما. این سببش در چی؟ معلم در توفه نداده. عموما در درس ها دل میآید معلم، دل میآید. 2 ساعت 3 ساعت دل میکنه. استاد غفران زاده. پخ نکن در نکن گپ زده نمیتونه دیگه. با یک کسی توفه تقسیم کنم دست من. عموما در درس ها سر وقت اشتراک کردگی نیست. نه من برای چی؟ برای صورت زیبای شما دویتون توفه. برای چی داری تو؟ برای کلام کنش. نه 15 روز کار با آمدگی. این کجا خانه تو چیه؟ معلم فنی زبان روسیه. دست با زبان ترکی گذاشته ایستاده است. شما همه تو میدونید که خانه من کجا بود؟ کدام محله به جای گرفته؟ من هر ساعت صبح ساعت 6 سحر میخیزم از دروازه میبرم مکتب بیفتم میبرم که به دست بدبختو میفتم و اما کشاکش سر میشد. من باید محله چلیساش من میرفتم من آزی اگه سیمسی دفعه یکو مشکشته میرد من حضور باز آیا هرچه یک خطر بود میگشت که همونجا میبود من معلم دیر کردم درست سر میشه دختر اینجا حوض شما اینجا انتظار شدن میگیرین نبارو آخه من ایراد میگیرم پسرم بیو من فرو هکنید شفیار اکا من کنیدم که من فرو علی بودی ساعتی دیگر به آواز من فرو مدی بالا زنه دیگر تو سر تفرد دیگر تو بردی بالا زنه نه تنگری نکنه مجبور باید کنه بیابر کنه کارتش نباشه وای داد وای پرفیل من حیفت کردن وای خدا من کجا روم وای
را کجا میره من طرف شیشه بخور بیا 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 جوی اینو خیلی برمودن تو من کجا آورده کجا آورده اینجا بوده اونجا بوده کجا آورده نه نه بالا بابا اینجا آورده چی گم شب رفت کجا آورده من کجا آورده من یک قدم کجا آورده من نمیرم گم شب چی باید کنم؟ کجا میره؟ همون جای گفته یه بچه که این نگاه داره بالاتر یه چی کار کسایی تو شما من پنجم مشکوزی باید بکنم اکجون کابل بالاتر 10 نفر دیگه جا بگیره بالاتر من دیگر سند بمیرم آخه من دیر کردم سخاوت کارون برادر ما انصاف دارتون نه تعلیم نه تربیت نه مدنیت پنجم مشکوزی من یه بلازدن چی تنظیم نیستن یه کجا ببینم افرادی من هست نه مدنیت داری نه معرفت داری چی خیلی دفعه زرنی سور میگی کجا اومدم من زرنی سور اومدم کجا اومدم استاد کجا میره محل گلستان رفته زرنی سور اومدم من یک خدای همون طرف خطی میره بیا نه من بخیالم من دیگه سند دیرم بخیالم رفته رگر یک نفر اما دیگه تو همین من از شما احترام را خواهش میکنم وقتی که واسطه های نقلیات تنظیم به مدرارتان انا آن وقت غفرانزاده هیچگاه از دست دل نمید